دوشنبه عزیز قلب تاجیکستان است و صدای دوشنبه صدای قلب تاجیکستان. بنابراین صدای دوشنبه صدایی است که آن را از تمام گوشه و کنار وطن زیبایمان انتظارند و با رغبت و با شوق و ذوق گوش میکنند و یک علاقمندی خاصه مردم به صدای دوشنبه دارند. امروز که ما در نقلیات جمعیتی یا در تاکسی ها یا در ماشین های شخصی وقتی که میبینیم رادیو میگذارند، رادیو صدای دوشنبه همیشه شنونده خودش را دارد و همیشه این جذابیت را دارد که مردم فریخته تاجیکستان را جلب نماید و بهترین برنامه ها را تقدیم شنونده بسیار خوشمند تاجیک گرداند. این بسیار موفقیت بزرگ است وقتی که یک رسانه در میان مردم محبوبیت پیدا میکند، وقتی که رسانه را مردم اعتراف میکنند، وقتی که رسانه را مردم انتظار میشوند که چی میگوید، چی اطلاع تازه میگوید، چی برنامه فرهنگی نوی پخش میکند و در زندگی آنها همیشه یک جایگاه مخصوص و خاصی خودش را دارد. بنابراین من همچون یک نفر از کارمندان سابق این رادیوی بسیار محبوب تمام همکسبانمان را در شبکه مستقیم و سرتاسری صدای دوشنبه تبریک و تهنیت میگویم. برای همه کارمندان هم ایجادی و هم تکنیکی صدای دوشنبه برای کامیابی ها آرزو دارم. امیدوارم که این مشعل فروزانی را که آنها در دست امروز بسیار سربلندانه آوردند، این را برای آینده ها میگذارند. یعنی این شبکه همچون یک رادیوی مستقیم هیچگاه موقع بسیار مهم و واقعی خود را در میان شنونده تاجیک از دست نمیدهد، بلکه سال تا سال ارتقا می‌یابد، بلند میشود آوازه آن و صدای دوشنبه در میان مردم تاجیکستان همچون صدای دل هر یک شنونده یعنی جایگاه خود را در جایگاه اجتماعی خود را پیدا کرده است و همیگونه این جایگاه را حفظ میکند. برای شما سلامتی، سربلندی، آبرو، برار کار، موفقیت و پیروزی های تازه و تازه را تمنا دارم. ای هموطن بیا در ما باز است، بیدار شو که فرصتی پرواز است. هر لحظه با صدای دوشنبه باش، سرشار از ترانه و آواز است.